درود با همه شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. متخصص ارژنتینی ماوریسیو پاچتینو آماده است که در سمت سرمربیگی دسته یوونتوس ماوریسیو ساری را عوض نماید. اگر با پایگاه اطلاعاتی دیلی میل باور کنیم، پس گفته می شود که دسته یوونتوس علاقه با متخصص ارژنتینی در معاشرت بودند و پاچتینو برای اشغال کرسی سرمربیگی آمادگی می بیند. دسته یوونتوس عوض سرمربی فعلی ماوریسیو ساری را در ناکامی دسته در چندین بازی‌ها می‌داند و بر آن نظرند که از زمانی که ساری با یوونتوس آمد سطح بازی آنها کاهش یافت. کریستیانو رونالدو 35 ساله دیروز در واخوری دسته‌های یوونتوس و لاتزیو 2 گل زد و با همین ترتیب در مقام اولی روی خط بهترین حمله‌گران سری آ قرار گرفت. شماره عمومی گل‌های رونالدو این موسم در سری آ با 30 عدد رسید و با این همراه با چیرو ایموبیل رکوردی نو گذاشتند. کریستیانو رونالدو بعد بازی گفته است که رقابت خیلی مشکل بود و گفتن با مورد است که سری آ یکی از مشکل ترین چمپیونات های اروپا به حساب می رود. رکوردها مهمند، اما حالا از همه مهم نتیجه دسته است. ما بهترین دسته را داریم و برای عملی نقشه ها سعی خواهیم کرد، گفته است کریستیانو رونالدو. اینسایدر زی اتلتیک سیملی از سیاست ترانسفری دسته منچستر سیتی حرف زد. مهم نیست که ما از مسائل داخلی دسته منچستر سیتی حرف زنیم. به این هم آنها بهترین فوتبال بازان را در دسته دارند و نقشه های خود را می توانند عملی کرده. مسئله های جای داشته را آنها حتما رفع می سازند. اما با گوش من رقم های غیر عادی رسید که سیتی می خواهد در ترانسفر تابستانه صرف نماید. 332 میلیون یورو. به شک دسته مذکور در فروش لیروی سانه پولی کلان گرفته بودند. از این رو دسته می خواهد بازیگران نو بیارد. و بچه 332 میلیون یورو. کاتالون رادیو خبر می‌دهد که سرمربی دسته بارسلونا کیک ستیم با سربان دسته لیونل مسی انقریب نیم ساعت با هم وضع دسته را محاکمه کردند. گفته می شود که در اتاق لباسی واسکنی ستیم با مسی در تنهایی صحبت می‌کردند و آینده دسته را با هم نقشه می‌کشیدند. بعد برآمدن از اتاق لباسی واسکنی مثل که آنها خرسند بودند و چی نقشه میان خود کشیدند مخفی ماند و به کسی نگفتند. میگویند کارگران دسته بارس پیشتر هم آنها با هم در تنهایی صحبت کرده بودند و بعد آن دسته الاوس را با حساب 5-0 مغلوب ساختند. گفتند با مورد است که کیک ستین را چند وقت شد برای ناکامی‌های دسته و رو به تنزل نهادن آن مورد انتقاد قرار دادند. چمپیون جهان اوید با باکس در وزن میانه فلوید میوزر به رینگ برمیگردد. پرزیدنت پروموشن ریزین نوبویوکی ساکاکیبارا گفته است که با پروموشن ما ضد میوزر دعوتنامه آمد و ما آن را در عرفه قبول کنی هستیم. این دعوت از نام بوکسچی مشهور ژاپنی تاکاسی اوتیاما آمد و من همچون پرزیدنت آن را پروتکل کردم و با منیجر فلوید روان ساختم. اکنون نمیدونم که آنها در این مورد چه اندیشه میکنند. اگر آنها دعوت را قبول نمایند پس ما شاهد رقابت بهترین در سال 2020 خواهیم شد، گفته است پرزیدنت پروموشن ریزین نوبویوکی ساکاکیبارا. زورکو همین تقدیر گارت بیل در دسته ریال نامعلوم باقی ماند. نمیمونند که بازی کند، نمیمونند که بازی نکند. از این رو در اطراف نام او سوالها بسیارند. اگنت بیل جوناتان بارنت در این مورد اندیشه خود را گفت و خوب گوش کنید که او چی میگوید. احوال بیل در ریال خوب است و او 2 سال دیگر موافق شرطنامه در دسته میماند. او مادرید را دوست می‌دارد و به یگان جای دیگر رفتنی نیست. او نیز در قطار فوتبال بازان بهترین ریال می‌ایستد، اما این را زیدان حل می‌کند. در مورد آنکه که بیل در هیئت اساسی نیست این تلفات بزرگ است، ولی او دسته را ترک نمی‌سازد. او بهترین بازیگر است و بهترین ها به اجاره نمی‌روند، گفته است جوناتان بارنت اگنت گارت بیل. مجله مشهور فرانسوی فرانس فوتبال که هر سال بعد خاتمه موسم بهترین فوتبال باز را با جایزه توپ طلایی تامین میکرد خبر داده است که سال 2020 این جایزه به یگان فوتبال باز تقدیم کردن نمی شود. مجله چنین قرارش را چون حالت استثنایی نامیده است که در آنها شرط‌های با عدالتانه تقدیم کنی جایزه وجود ندارد. باری نخست از فرصت تأسیس‌یابی جایزه مذکور در سال 1956 جایزه تقدیم کردن نمی شود. فلورنتینو پرز با زیدان شرطنامه 1 عمره بسته است.
Елчиринги топойгоҳи иттилоотии маъшҳур имрӯз хабар дод, ки президенти бошгоҳи шоҳона ба Зидан пешниҳоди шаҳрномаи бе муҳлат кардааст. Гуфта мешавад, ки Перес дар симои Зидан сер Алекс Фергюсонро мебинад. инро худи Перес дар суҳбат бо рӯзноманигорон иқрор шудааст. Зидан баъди баргашташ тавонист, ки дар чемпионати Испания дар садри ҷадвал қарор бигирад. аз ин рӯ Перес ӯро ҳамчун рамзи Реал медонад. шаҳрномаи феълии Зидан то соли 2022 эътибор дорад. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.